سلام علیکم دوستان عزیز برادرای قدردان. خلاصه گپ و چپی یگیپت پیرامید تماما دیگه رفت. در سال 1942 یکی از بزرگترین اکتشافات تاریخ در دره پادشاهان مصر رخ داد. مقصد گپم که این در کامنتر نوشتن که اون صورتایی که شما موندین و فتوشاپ دروغه. آن نوشتن که اون وقتش ده دیگه طرف مقصد لالی پارون میگم خب کو لالی پارون اومده و رو ساختگی هم پیرامید را. اینا دوستان عزیز خودتون ببینید میگن دیگه سیاره اومده ساختگی پیرامید را. اینا بشنوید. خامون هدیه دادند یا شاید هم آنها از سیاره دیگری آمده بودند. یا گپو یا خوارو یا کورو شد ما گفتیم کورو بار برای پایان رفت کو. مقصد گپ که شنیدن که بود مانند دیدن میگن. خیلی مقصد که من در همه حیاتم همون شرورا رفتم دیدم بعد فهمیدم که تا رفتن نبینین نمیفهمین. در کانال ما هست شرورا بدون ببینین اون شرورا بالاش او کانال کدی بیدن عریق کانال کدی بیدن نجاش همون سمنت کدی بیدن سمنت شکسته او رفته سفید خوکی دیگه کنده قشلاق زیر کده این همه خیل بدگه اونجا من رفتم دیدم اینا با شرورا بزنن در کانال ما هست تماشا کنین. ما انیقش فهمیدیم که همونجا چی گپا بمب پرفتگان ایتا او مقصد حرامگاری کردن اونجا رو خدا زد. نه اونجا همین طبیعت همین خیلی که اولش خیلی خدا هست که با خدا باوری که نمونه که خداوند مهربانه خداوند اینجا ظلم نمیکنه و همین خشیده که همون عریقی که خودشون کشیدگان بدستون همون عریق اونو برای ببینیم با این کانالی بدسته بدون ببینید شرورا بزنه. ما بچه‌شون دیدم اونجا همون سمنتی که دیگهشون شکستگی او رفته سفید خوکی بالا قشلاق ده گفت خمون حمیده انا همین همین قصه گپ صد خوره خیلی کو بریم ببینیم چی گپ ان شاء الله که روزای نزدیک بلیط داریم. همین اگر رو چیزلاش انیق نیست اونه که میدونم که روزای انیق میریم ان شاء الله تعالی خداوند خودش بزرگه روی سفید ماموتا شما داغو باشید. این مسئله دیگه ویدیو نمیکنیم فقط میریم میبینیم ای پیش ویدیو کرده با ما شما دا میپرتم. باقی تنسات خوناباد باشین هرگز باشین نباشه خداوند یارو مددگارتون. سلام علیکم برادرو. این همین ماشین حوض ایگرانی اومده است. کورا میپرسیم امشب چه رفته باشم. این همین امروز ماشین سو. سلام علیکم برادر. ممکنه که چی پرسیم؟ ممکنه. ایگرانی اومده. ایگرانی اومده. کم تر معلومات میده کجا؟ معلومات خیر پاساژیرات. ممکنه درون در کم تر معلومات. گرم نیست سلام علیکم برادر. سلام علیکم. ممکنه از سوال تیم مثلا هم درباره گرنس کانت معلومات دیدی؟ خیلی رفتیم سوق سلامت گشتیم اومدیم پرس روشنی دکمنتو بود اشتیاق بردن آوردن و رحمت با اکی مویدین اما خیلی کامبای برای چی داریم اکادون چی خیلی بود گرنس؟ گرنس اشتیاق اکی مویدی قطی بیایه کدام خوش گرستن یکم پرابلم هم نیست اوخی 100% بردن همان اشتیاق همه را جواب میگم بچه به داکومنت میتونیم با خوش گرشت نه مرده روز دیگه سوز بردن آوردن رد گراندیش خیلی من میننده پیش میز گرانن به یکم 100% میبرن نبیرن به یکم کم او جاندوری گرانی شدن دیلت پر میگردی مالش اکاجون از رو همه کو اکاجونو گاب زنه چی خیلی بوده چی خیلی آوردم پروس هاوس کم تر توریکتر بود ندیدیم تو زور بود رحمت همه زور 100% بردن تو نوخی چی خیلی بوده اکاجون گرانی سر رفته اومده ماشین خوش گذاشتن گران ساده را چی خالی ماشین کتی رفته اومده ماشین کشودی تینجا 100% جوتون 100% رفته فکر بروها این اکاجونو برادر رو حوزی همی گرانی سر گذاشتم و مسئولیان مسکار افتادیم اینم ماشین اکاجونو 100% گران تکتی میبره میبره به یگون کامبوتی کدوم گرانی سر گذاشتم باشی این همین ماشین ده اکاجون 100% میبره این ماشین